масъалаи ҳамин такфир ба камтар мавзӯи дур савол кӯтоҳка мефаҳмондед беҳтар мешуд. کوتاه‌تر فهمانده نمیشد برادر. такфир кардан ба одамои шахсоне ки мо домло нестем, шейх нестем, соҳиби илми ранги шумо нестем, барои ҳамон одамое ки амали ширк мекунад. Масалан мебинед, чашм карди мебинед гирди гӯр мераванд, масалан саҷда мекунанд ё ягон чи фотиҳа мехонанд, амалҳои ширк мекунанд. мо ҳақ дорем ки аз нигоҳ карда, аз амали рӯякӣ дида такфир барорем. فاتحه خواندن شرک نیست. در گرد قبر طواف کردن شرک است. به قبر سجده کردن شرک است. از شما در قطار شرک فاتحه خوانی هم گفته گذاشتید نه؟ اعوذ بالله خطا کردم. فاتحه خواندن، سوره فاتحه را خواندن، سوره فاتحه را خواندن ممکن است یا نگویید مایلی، لیکن شرک است. این از حد گذشتن است. همینه نامش افراط و تفریط میگم. بله این مسئله ها یک چیز خوب دانید که آن آدم هایی که در دایره اسلام نیستند، بیرون از دایره اسلام، یعنی نصرانی، یهود، بت پرست، اتئیست، کمونیست، ماتریالیست، اینا دایره اینا خودشون دعوا نمیکنن مسلمان افته. اونا معلوم است که واقعا ما مسلمان نمیگوییم ما خیر، اونا کافر هستند. اما اون آدم هایی که در دایره اسلام هست، یعنی در داخل مسلمان ها هست، برای اینهای از دایره اسلام برای بیرون برآوردن دلیل لازم است. دلیل یک کس برای تکفیر کردن قاعده های قواعد و ضوابط تکفیر هست و اون قاعده ها و ضوابط شما نمیدانید یا یک شخص عامی نمیداند، بنابراین واها خودداری کند، لیکن میگوید که همین عملت عملی کفر است، همین عملت عملی شرک است، نه نکن. لیکن خودش تو کافر یا مشرک نمیگوید، نه بگذار قاضی کند. برای آنکه یک آدم تا دوز گفتنم، دوز یک گناهی یعنی نسبت شرک، مثلا یک آدم مسلمان است، دوز است، هر شب دوزی میکنه، بعد گفتن سر میکنه تا بامداد دوزی میکنه. مثلا پگروز با ماشاءالله مسجد میره، 5 وقت نماز خواندگی، ریش ماندگی، همش قاعده وی، روز به مسلمان، شب دوز. لیکن این کافر گفته نمیشد. این آدم دستش بریده میشد به یک جنایتش. یک تلفن آیفون من چند 17 پرو مکس دوزاد بریده میشد دستش. دست راستش بریده میشد. یک بار یک دوزیش به. تصور کنید این تا بامداد چقدر میذاری. بعضی دوزای من دیدگیم این خیلی $100,000 کم خانه نمیدارند است. یا بعضیش 1 میلیون کم به نمیدارند. این $700,000 $800,000 گفت گمش کن میگه خیلی خانه نمیشد میگه. یعنی با 1 میلیون بالا دوزی میدارند. اینو یک شنبه میدونی چقدر جنایت میکنه. یک شنبه بگذار یک تا خانه زنانم هر یک عملش به، یعنی یک عمل اگر از ربع دینار، یعنی دینار 4 گرم 425 میلی گرم طلا است. ربع دینار یعنی 1 گرم و زیاده، 1.5 گرم تقریبا اگر طلا دوزد، از همین زیاد باشد دستش بریده میشه. مثلا یک آدم تخم دوزید دستش بریده نمیشد، یک تا تخم به. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله تعالی دوز رو لعنت کند، یک تخم میدوزد و دستش بریده میشد. گفتن چه خیلی این گپ این به زیاد آمد است. معناش میگه که دوزی تخم دوزی و همین خیلی کارهای معده شروع میشد. میلچ میگن او اول تخم میدوزد، اول ارغمچینی گاو میدوزد در صحراها باشد، از چیزای معده شروع میکنه. حالی کودک است اون روچکی همسنفاش میدوزد، قلم میدوزد، یعنی که به دست بریده نمیشد. لیکن رفته رفته آخر پروفسی کلام میشد، تخصصش کلام شده هم میگیرد، تجارت کلام شده هم میگیرد، ثانی چیزی کلام میدوزد، ثانی دستش بریده میشد. یعنی معنای سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میخیل که خدا لعنت کنه، الله لعنت کنه دوز را که دوزی میکنه، یک تخم دوزی میکند بعد دستش بریده میشد. خب همین برای یک آدم دزد گفته حکمش برآوردن به قاضی خیلی مهنت میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم ادرؤ
الحدود بالشبهات، حدودها را با شبهه ها دفع کنید. گفتن یعنی یک آدم برای دوز بودنش 99% دلیل ها پیدا میشد. در نزد قاضی 99% دلیل است که این آدم این تلفن دزدگی است، لیکن 1% دلیل هست که همین آدم دزدگی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ادرؤ الحدود بالشبهات، شبهه ها که حدود دور کنید. یعنی یک شبهه باشدم حکم نتید، حکمی دستش بریدن داده نمیشد. یعنی یک تا دوز برای دوز گفته شده، سپس دستش بریده شد یا پاش بریده شود، گفتنی قاضی شاید 1 ماه 2 ماه 10 ماه وقت گیرد. این دوزی هست. سالی تکفیر دوزی که آدم اگر 1 عمر دوزی کرده باشد، 60 سال دوزی کرده باشد، عمومی دوزی های مالش حساب کرده بریم تریلیون دوزدگی باشد، خودی دوزی که کافر نمیشد. یعنی یک آدمی که همین قدر تریلیون پول دوزده است، ما وی کافر گفته نمیتونیم اگر جنایتش فقط دزدی باشد، دزدی حرام گفته اعتقاد کند و فقط دزدی کنه، ما وی کافر گفته نمیتونیم، چون که این عملی کفر نیست. لیکن برای یک دوزی که یک کتاب دزد است، مثلا یک چیزی عادی دزد است، برای همین دزد گفته حکمش برآوردن قاضی مهنت میکند، شاهدها میبیارد، شب و روز کاتبا می نویسن گپاشا که به هم دیگر توری بعد در آخر قاضی حکم میکند که این دوز است. اکنون فهمیدید که تکفیر چه خیلی است. یعنی یک آدم میگیم که تو کافر شدی، میگیم درست است. مثلا من یک آدم در پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، از او گپی کفر صادر شد. گفت که ای الله تو بنده من پروردگاری تو. گفت کفر، خودش خدا گفت، الله بندش گفت، کفر نیست مگر؟ کفر است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه این آدم شترش گم کردگی بود در بیابان و از اون بیابان برآمده نمیشه دکون. برای چی؟ برای اینکه تمام طعام و آبش در خورجین شترش است و این اگر 2 هفته یک خیل دعوادم برآمده نمیتوند از حدود بیابان قاق خشک برآمده نمیتوند و در نتیجه میمرد. بنابراین آدم گفت که چی در کار خودم عذاب داده به قتل رسانم، من در 2 حالت میمرم، خواه دویده به طرفی یعنی که بیرونی بیابان برایم، خواه نبرایم، در 2 حالت من یعنی که دریافت نمیکنم آزادی را، چون که همه چیز در شتر بود، شترش خوابش بود میخیزد که شتر نیست، در تمام اطراف نیست. بعد به یک درخت همونجا سایش با پشت خواب میکند و ناامید میشد از دنیا و با پشت خواب میکنم که همین جای ایستادگی من در وفات میکنم. که ناگاهی چی میشه میکشد که شترش در پیش است. شتر آمد از چریده دویده خسته عجاش میخزه، از نقطه شتر میقپد و میگوید که اللهم انت عبدی و انا ربک، ای الله تو بنده من پروردگاری تو. همین گپی کفر. لیکن ما این آدم کافر نمیگویم حالی تا مقصدش نفهمیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اخطا من شدت الفرعی، از شدت خرسندی خطا کرد. این گفتنی بود که ای الله تو پروردگاری من بنده تو گفتنی بود، لیکن زبانش سبق لسان میگن، زبانش خودش پیش گذشت، زبانش گفت که ای الله تو بنده من پروردگاری تو گفت، گپی کفر گفت، لیکن این گپ قصد نکرد، بنابراین حکم تکفیر داده نمیشد. یا یک آدم دیدیم در تلویزیون برآمد الله تعالی حقارت کرد یا گفت که دین اسلام دینی باطل است، گفت مثلا همین کتی حکمش داده نمیشد. خودی همین آدم برای چی؟ من از شما بیرون از دوربین های نمیبینید که در گردی من چند کس نشستگی است؟ شما فقط من نمیبینید. شما ممکن اینجا افتامدی صدا سیته میگوید که اگر همین گفت نگوید که میپرانیم. گفت مثلا همه آدم بعد یک گپی خطا گفت، ای حجاب از ما نگفت، مثلا حجاب مال عرب است، گفت مثلا نه. اگر از این گپ نگویی گفت ما تو رو میپرانیم. گفت این بیچاره ترسید و این گپ گفت. الله تعالی میگه که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا. آن آدمی که
مجبور شد و سخنی کفر گفت. انا حضرت عمار ابن یاسر اینها با پیامبر صلی الله علیه و اجازه دادن که سخنی کفر گویند. محمد ابن مسلمه گفت که یا رسول برای من اجازت دید که در حق شما سخنی خطا گویم. در نزد کعب ابن اشرف رفته، در نزد یهودی شما کم کم گنده کنم. گفت با مقصدی باوری دشمن به در آمدن پیامبر صلی اجازه دادم من گنده کنم. ای گفت این مرد آمد گفت فقط پول طلب میکند. اگر همین گپی راست کردی گفت کافر میشد. نسبتی پیامبر صلی الله علیه و کسی گفت که ای مرد آمد فقط زکات جمع کرد پول جمع کرد گفت کافر میشد. نسبتی پیامبر صلی الله علیه و کم بی آدابی کند کافر میشد. محمد ابن مسلمه اجازت پرسید یا رسول اجازت دید من نسبتی شما کم کم گپای خطا گم. عبدالله ابن اونیس یا صحابه دیگر حالا میبیاد در قصه های سیره درس 22 پیامبر اسلام به یک آدم به قتل رساندن میفرستونه. را رفته فلان چه مسئلهش دیده بیام. هم میگفت که یا رسول اجازت دید که من در حق شما گپای خطا گویم. گفت اجازت میدید. میره پیامبر صلی الله علیه و سلم گنده میکنه. همین گپ کفر است. لیکن ما وای تکفیر نمیکنیم عبدالله ابن اونیس. برای چی؟ برای اینکه وای یعنی قواعد و ضوابط داره تکفیر. وای مجلس قاضی و آورده میشن. گفته میشه که برای چی گفتی، چو گفتی، چی در نظر داشتی، بعد حکمش داده میشه، بعد فرمانده میشه. مثلا با هم در کارش اصرار شد بعد حکم کفر داده میشه. این قاضی میکند. همین قاضی بسیار مسئله هایی که پیش قاضی میبیاد کم مسئله های کفر میبیاد. بسیارتر همین دوزی، مسئله مال و حال، این پولی من گرفت نداستده است، همین زمین از آن من بود و پدر این کشیده گرفت. همین خیلی مسئله ها به پیش قاضی و بسیارتر میبیاد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همین وظیفه به خود نگرفته. من قاضی نمیشم در دنیا. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دو تا قاضی در دوزخ است. یک قاضی در جنت است. یعنی 66% قاضی ها دوزخی است. اینا با قاضی های شرعی همش. هر زمین 100% قاضی های غیر شرعی و همش دوزخی است. اگر توبه نکرده از دنیا وفات کند. یک قاضی یک عمر قاضی کار کرد. سود. لیکن پیش از وفاتش کلمه گرداند، مسلمان شد، بعد وفات کرد. بله این مسئلهش دیگر است. لیکن دیگر قاضی ها اینا همش دوزخی است. اما قاضی های شریعت، قاضی هایی که از نگاه شریعت حکم میکنه، اینا هم 66% دوزخی است. دوش قاضی که به علم حکم میکنه دوزخی است. قاضی که علم دارد و خلاف علمش حکم میکنه، میدوند که این آدم دزدی کرده است لیکن پول گرفتگی یا که کلان و گاب زدگی باید اینا آزاد کردنش نکن، این هم دوزخی است. قاضی که علم دارد و طبق علمش حکم میکند این جنتی است. این خیلی شدن دشوار است. بنابراین وظیفه گردن به نگرفتن زندان رو به گردن گرفتن. پادشاه به زندان پرتافت. گفت که قاضی شو نمیشم. فرمان اجرا نمیکنی؟ گفتن که من سزاوار نیستم. من برای قاضی شدن سزاوار نیستم. امام ابو حنیفه گفتن که من رحمت الله علیه به منصب قاضیگی سزاوار نیستم. پادشاه گفت که دروغ گفت. بعد امام ابو حنیفه گفتن که این پادشاه شهادت داد که من سزاوار نیستم، چون که دروغگو باید قاضی نشود. این من دروغ گفته باشم، دروغگو باید قاضی نشود. بعد دیگه گپ نیافت. بعد گفت که برین زندان کنی. هر باری خبر میفرستم قاضیگی رو قبول میکنی؟ امام ابو حنیفه نمیگفتن. قول صحیح امام ابو حنیفه در داخل زندان وفات کرده هستن. همین وظیفه نگرفتن. چی جای آنهایی که پول داده همین وظیفه میگیرد؟ با دعوای مذهب حنفی میکند. بعد بهترین جزاک الله خیر استاد. همه این سخنهای گفتید یعنی معنایش همین که یکی از تکفیر کردن کاری منابس ابی ذهن وقتی که قاضی ها یعنی که حجرت نمیکنن میترسن از این تکفیر برادن، از این کارهای وکدن، یعنی از ما تکفیر کردن و یک نگوست. این من اول بنیاد میگن همه خیلیش که میمیان ها آدم عاقل، آن آدمی که
به گناه و کمبودی خودش مشغول شود، از جستن کمبودی دیگر. یک کس دیدید که کار خطا کرد، بله نصیحت کنید، امر معروف کنید، نهی منکر کنید. یکی یک قلم و دفتر گرفته گناه مردم روی خط کر نگرده، گناه خودتون روی خط کنید. یک دنیا هست، بعد همونو کم کم چخیل کرده کم کنم بدروید، علاجش یابید. عاقل اون آدمی که عیب خودش او رو مشغول کرده است از جستجوی عیب دیگرها. شما خودتون رو پرسیده میشید برای هر یک آدم الله تعالی دو تا فرشته دادگی است. این کمش دو تا فرشته ای که کرامن کاتبین، اینا عملهای صالح و عملهای بدی آدم رو می نویسن. هر یک حادثه و سخن و فعلی که از شما صادر شد همشه می نویسن. یعنی هر یک آدم فرشته است. بعضی علما میگن که اعظمی روزی که در شکم مادر کودک پیدا شد، یا عموما از روزی پیدایشش از عالم ارواح شروع کرده تا به جنت در آمده شد، 21 فرشته برای یک آدم موکل است. یعنی 21 فرشته وابسته هست برای همین آدم گناهش و ثوابش روی خط کردن، غیر از این دو کرام الکاتبین عموم. شما که گفته است 20 سال که گناهی فلانچه روی خط کنفته، اپی خودتان شوید و گناه که دیدید نصیحت کنید، امری معروف کنید، نهی از منکر کنید. کاری کفر دیدید به مردم بیان کنید به قدر امکان.